خیابون هالیوود، خیابون مشاهیر هالیوود. کلا این خیابون کپیتال گاردز دیگه. فکر کنم توریستی تر از این خیابون تو دنیا نداشته باشیم. بعد ببخشید سیاوش قمیشی شهر من به تو میاندیشم. چقدر دلم برای ایران تنگه. واقعا ویترینای خوشگلی دارن. بعد استایل یه سری از مغازه ها حالا جلوتر دارم با الان ببینم اینجا شبیه مغازه های تهران یه سری چیزها تو خیابون آویزونه و خیلی باحاله. هر چیزی که بوی وطن بده یا حسی از وطن بده یا نشانی از وطن لذت بخشه.
آی ماشین کلاسیک کلن تو مغازه پارک بود. مردم آمریکا کلا فکر میکنم اول اسکیت باز بودن بعد متولد شدن. چقدر ریتمشون خوبه رو اسکیت. اون وقت ما که میخوایم اسکیت سواری کنیم همش میخوریم به در و دیوار و زمین و پنجره و کاش من باید این اسکیت رو یاد بگیرم آخرش. شما رو یاد مثلا کت شلوار فروشه خیابون طالقانی تهران نمیندازه؟ توی آمریکا فیلم برداری در مکان عمومی، هر جایی که پابلیکه آزاده و هیچ کس در مکان عمومی چهرهش خصوصی محسوب نمیشه. کسی نمیتونه به شما بگه که نو ریکورد و نباید ویدیو بگیرید. شما از هر چیزی اختیار دارید ویدیو بگیرید. حالا جای نظامیش که نه، حالا ما اونجا هم که اصلا نمیریم، ولی مثل ایران نه بود که آقا واسه چی ویدیو میگیری؟ داشت واسه چی ویدیو میگیری؟ داشت خب به تو چه؟ خیابون عشق پدرته. و قانون واقعی اینجاست، هیچ کس حق نداره کسی رو تاچ کنه بگه که نه نباید ویدیو بگیری. تو بهش میگی که خیابون که سند به نامت نزدن. خیابون عمومی super cute. Thank you. و مردم کلن خیلی اهل لبخندن. البته میفهمم توی ایران شرایط اینقدر تلخه، اوضاع اقتصادی که واقعا رمقی برای لبخند زدن نیست. ما هم که فقط 1 سال داره میشه کم کم که اومدیم. آرزوی سلامتی برای تمام مردم عزیزم دارم.